هر روز صبح که نماز صبح میخونید سنت است که 3 بار بگی رضیت بالله ربا، راضی و خوشنود شدم و دلم شاد خوشحاله که تو رب من باشی. من غیر از تو نمیپسندم، من غیر از تو نمیپذیرم، من غیر از تو دوست ندارم. بله دوست دارم کسانی که تو دوستشون داری، دوست دارم عملی که تو دوست دارید، همش خلاصه میشه در دوستی تو. چقدر زیباست. به ربی غیر از تو راضی نمیشم، دلم آرام نمیگیره، احساس ناامنی میکنم. این نام توست که من آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن